سوره طلاق در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ای پیامبر، اگر تو و مؤمنان می‌خواهید که زنتان را طلاق دهید، پس طلاق دهید. پس طلاق دهید زنها را در اولی عده‌شان، یعنی در پاک شدنی بعد از حیض که به آنها دست نرسانیده باشد و شمار عده را نگه دارید تا بدانید وقتی بازگشتن را. اگر بخواهید آنها را بازگردانید و از الله یکتا پروردگارتان بترسید و آنها را از خانه هایشان که زندگی میکردند تا کامل شدنی عده خود بیرون نکنید، یعنی مدت آن عده 3 حیض می باشد، مگر که عده پاینده خردسال یا کمپیر یا حامله دار باشد و از خانه تنها بیرون نروند، مگر پس همانا به خود ستم کرده خود را موردی هلاک قرار داده است. تو چی دانی؟ یعنی ای طلاق شده، شاید الله بعد از این طلاق امری را پدید آورد که تو نمیدانستی و او تو را بازگرداند. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. پس وقتی که عده زنهای طلاق شده بود شود، پس به وجه نیکو نگاهشان دارید و یا به وجه نیکو از آنها جدا شوید، یعنی با آنها معامله نیکو کنید و نفقهشان را دهید و معنای به وجه نیکو نگاهشان دارید یعنی به آنها ضرر نرسانید و حق مهرشان را دهید. تفسیر طبری. و در هر دو حالت هم البته گواه گیرید 2 مسلمانی صاحب تقوا را و ای شاهدان خالص برای الله گواهی را ادا کنید، نه برای چیزی دیگر. این حکم الله است. پند داده می شود به آن هر کی را که ایمان دارد به الله و روز قیامت و هر کی از الله بترسد پس امرهای او را به جای آورد و از منع کرده هایش پرهیز کند. الله راه نجات و خلاصی را از تمام غم و اندوه برایش پیدا کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و از جایی که گمانش را ندارد سبب‌های به دست آوردن رزق و روزی را به او آسان می‌گرداند و هر کی به الله توکل کند الله او را کافی است در انجام تمام کارها. هر آینه الله
کار خود را به اجرا می رساند. یعنی چیزی از او تعالی فوت نشود و چیزی او را عاجز نکند. همانا الله برای هر چیز، یعنی از سختی ها و آسوده حالی ها، یک اندازه و مقدار معین را مقرر کرده است. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. به زنهایی که به سبب کلانسالیشان از دیدن حیض ناامید شدند، اگر در شبهه افتادید که عده‌شان چقدر باشد، پس بدانید که عده‌شان گذشتنی 3 ماه است. و زنهایی که به سن حیض دیدن نرسیدند، عده آنها نیز 3 ماه است. و عده زنهای حامله دار وضع حمل یعنی تولد است. و هر کی از الله بترسد و حکمهای او را به جای آورد، الله کارش را در دنیا و آخرت آسان خواهد کرد. ذلك امر الله انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا. این همه آنچه ذکر شد از احکام طلاق و عده فرمان الله است که بر شما ای آدمان نازل کرده است تا به آن عمل کنید. و هر کی از الله بترسد، از گناه ها پرهیز کند و فرض ها را به جای آورد، گناهش را از او دور می کند و او را در آخرت پاداش بزرگ یعنی جنت می دهد. اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. به قدر توانایی خود زنان طلاق شده را در وقت عده‌شان در جایی که خود سکونت اختیار کرده اید جای دهید و به آنها زیان نرسانید تا که تنگیری کنید به آنها در مسکن. و اگر حامله بودند نفقه‌شان را بدهید در وقت عده‌شان تا که تولد کنند. پس اگر فرزند شما را شیر می دهند مزدشان را به پرگی بدهید و با طرز نیکو با یکدیگر کارفرمایی یعنی توافق کنید. و اگر در باب شیر دادن به توافق نرسیدید، پس زنی دیگر غیر مادری طلاق شده بخواهید که کودک را شیر دهد. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هر شوهری مالدار از مال خود بر زنی طلاق شده و بر فرزند نوزاد نفقه دهد و کسی که فقیر و تنگ دست باشد از هرچی الله به او داده است نفقه دهد. الله هیچ کم بغل را به مانند مالدار وظیفه‌دار نمی سازد و به زودی الله پس از تنگ دستی و سختی مالداری و آسانی پیش آورد. وكأين من
قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. چی بسا مردمی دهه هایی که از فرمان پروردگارشان و پیامبرشان سرکشی کردند و به کفر و طغیان جرأت کردند، پس به سبب ناسپاسی نعمتهای ما سخت به حسابشان رسیدیم و به عذاب وزنین عذابشان کردیم. فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. پس عقوبت عمل خود را چشیدند، عاقبت کارشان زیانکاری بود. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله تعالی برای آنهایی که امرهای الله و رسولش را به جا آوردند عذابی سخت آماده کرد. پس ای خیرتمندانی که ایمان آورده اید از الله بترسید. همانا الله برای شما یعنی ای مؤمنان ذکر نازل کرده است که شما را متذکر می سازد و شما را بر نصیبتان از ایمان به الله و عمل کردن به طاعتش آگاه می نماید. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. و این ذکر رسول الله می باشد که آیات روشنی الله را برایتان می خواند تا کسانی را که به الله و رسولش ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند از تاریکی کفر به روشنایی ایمان آورد و هر کی به الله ایمان آورد و کاری شایسته کند پس بهشت های می در آورد که در زیر درختهایش رودها جاری است، همیشه در آنجا بماند و همانا الله برای مؤمنان صالح رزقش را در جنت نیکو گرداند. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله است که 7 آسمان و مانند آنها زمین یعنی 7 قبط زمین را بیافرید. فرود می آید تدبیر کار از جانب الله میان آسمان ها و زمین تا یقین بدانید ای آدمان که هر آینه الله به هر چیز قادر است، چیز او را عاجز نکند و هر آینه الله به علم بر همه چیز احاطه دارد. پس چیز از علم و قدرت او بیرون نمی شود. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. شما ترجمه معنای سوره طلاق را شنیدید. در مدینه نازل شده است و از 12 آیت عبارت است.